بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستای عزیز، لطیف مهربان هستم. با یک از ویدیوهای جدید در خدمت شما حاضر هستم. امید دارم که همه شما جور و صحتمند و آرام باشین. دوستای عزیز، قبل از اینکه در مورد ویدیو صحبت کنم از شما خواهش میکنم که شما اگر تا فعلا صفحه فیسبوک ما لایک نکردین لایک کنین و همچنین اگر تا فعلا کانال یوتیوب ما سابسکرایب نکردین کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنین و همچنین از ویدیوهای بسیار مفیدی که ما برای شما جور کردیم اپلود کردیم شما میتونین از آن مستفید شوین و از آن استفاده کنین. دوستای عزیز، من از چند بیس و از بسیاری دوستان پیام‌ها دریافت میکنم در مورد از این میپرسن که ما صفحه فیسبوک جور کردیم اما صفحه فیسبوک ما لایک نمیگیره. چی باید ما کنیم که صفحه فیسبوک ما لایک بگیره؟ بسیاری وقتا پیش میپرسان میشه. ببینید، در مورد از این چیز معلومات که دارم او را میخوایم با شما شریک کنم. ما شما با دو طریق میتونیم که لایک صفحه فیسبوک خود بالا ببریم. درست است؟ دو طریق میتونیم ما شما. یکی از طریق ازی که ما شما باید پول بپردازیم. درست است؟ ما شما اگر پول بپردازیم بعدش ما شما میتونیم که ما شما لایک صفحه فیسبوک خود بالا بریم. از طریق از باز اگر شما ماسترکارد داشته باشین یا اکانت پیپال داشته باشین میتونین صفحه فیسبوک خودم سپانسر کنین و همچنین کدام پست اگر شما فرض پست کردین ببینید میت بر شما بین شما یک پست که ما کردیم میتونیم که پست هم شما چی کنین شما سپانسر کنین. اما با خاطر این کار شما باید پول بپردازین. پول شما باید یا ماسترکارد داشته باشین، ویزا کارت داشته باشین و یا هم اکانت پیپال داشته باشین. درست است؟ ببینید اینجا که شما باید پست رو چی میگین؟ شما چی میگین؟ فقط بوست پست میگین. بعدش چند چیزای دیگه که شما رو با میتین که در کدام کشورها شما میخواین که پول صفحه فیسبوک شما دیده شود. درست است؟ و چقدر پول شما میخواین که شما سرمایه گذاری کنین. درست است؟ کل چیزا رو شما باز اگر نمیفهمید به ما بگین، براتون خیر معلومات مکمل در مورد از اون میتیم براتون. حالا قدم دوم که ما اگر پول نداریم ما چطور میتونیم صفحه فیسبوک خود لایکش بالا ببریم. درست است؟ این بسیار مهم است. البته در افغانستان بسیاری دوستا کوشش میکنه که بدون پول یعنی رایگان صفحه فیسبوک خود لایکش بالا ببره. اولین کار که شما میتونین شما چی کنین؟ موضوعات را در فیسبوک تان پست کنین که او بی‌طرف باشه. درست است؟ شما هیچ وقت هیچ نفر از زیر انتقاد نگیرین که او یعنی بسیاری مردم را دوست داره. چی میکنه مردم که صفحه فیسبوک شما را لایک نمیکنه. درست است؟ صفحه فیسبوک شما را ان لایک میکنه. اگر لایک هم کرده باشه اونو پس دیسلایک یا ان لایک میکنه. چی میشه که لایک صفحه فیسبوک شما کم میشه. بسیاری دوستا با این مشکل مواجه شده. به من مسیج میکنن که صفحه فیسبوک ما فرض کن 20000 یا 30000 لایک داشت که دیدم در یک روز 1000 2000 لایک کم شد. باش میگم چی پست کردی؟ پست که ما رو میکنم ما پست چون سعی میکنم پست چون واقعا یک طرفه می باشه. درست است؟ پست چون فرض کنین اگر 100 نفر رو خوش خواد که 100 نفر دیگر مخالف از او پست شون است. به مخاطر است که 100 نفر مخالف صفحه فیسبوک شما را ان لایک میکنه. درست است یا دیسلایک میکنه. درست؟ قدم دوم شما وقتی که اگر خودتان اکانت داشتین، درست است؟ ما فرض که اکانت ما دریافت پول وقتی ما در فیسبوک خود میبینید لطیف مهربان شما اینجا تکرین اینوایت فرندز بالا هیوی کلیک میکنین. چی میکنه؟ هر قدر فرند شما که دارین فرض که شما 1000 دارین 2000 دارین یا تا 5000 به حد آخری جد شما فقط بالا کلیک میکنین سلکت آل میکنین. ببینید من 46 نفر نو فرند که دارم با ما تا فعلا ریکوست را نکردیم. شما چی کنین؟ سلکت آل کنین و دیگه رو ما رای کنین. ببینید تقریبا اینوایتد 3368 نفر که ما فرند دارم کلش تقریبا من اینوایت کردم. درست؟ اینا من چی میکنم؟ اینوایت رو میکنم. این از طریقه رایگان، طریقه مفت، یعنی هیچ پیسه مصرف نمیشه. طریقه رایگان است. این طریق شد. و طریق سوم که بسیار طریقه خوب است، شما کوشش کنین در گروپ های خود اد کنین که او گروپ ها حداقل 20000 30000 یا 50000 یا 1 لک چی داشته باشه، منبر داشته باشه. شما هر پستتون که در او گروپ شیر کنین شما مطمئن باشین که شما اگر پست خوب باشه مورد پسند از نفرها قرار بگیره از هر پستتون 100 200 یا 300 لایک از یک گروپ شما گرفته میتونین. که بسیاری مردم در افغانستانی طریقه را آزمایش کرده و با این طریق لایک صفحه فیسبوک خود چی کردن بالا بردن. دیگه به شما می کارا رو بکنین حتما شما مطمئن باشین که انشالله لایک صفحه فیسبوک شما بالا میره. دیگه طریقا هم هست خوب طریقای قدر یعنی کامیاب نیستن، طریقای موفق نیستن. من خودم از کدام طریقایی که استفاده میکنم و همین طریقه است. درست است که پست خوب میکنم، پست یک طرفه یا بی معنا نمیکنم که دو به کس توهین شوه یا کسی را دو کم بزنم. درست تو کار نمیکنم. دوم شما فقط فرندایتان از این طریق قسمی که براتون نشان دادم شما
کل دوستاتون که صفحه فیسبوک شما را لایک کرده شما اینوایت کنین و طریقه فیامش هم شما چه کنین پست که میکنین هر پستتون رو کوشش کنین که در گروپ ها شریک کنین با دوستانتون با دیگه دوستا که در گروپ هستن. از همین طریق چی میشه که صفحه فیسبوک شما لایکش به طریقه رایگان بالا میره درست است. و اگر شما پول دارین پس خب شما میتونین ماستر کارت جور کنین. بانک های داخلی افغانستان تقریبا فعلا کل بانک های افغانستان ماستر کارت یا ویزا کارت براتون میده و اگر شما در خارج هستین شما میتونین پیپال اکانت بیسا با آسانی در خارج جور کنین دیگه. از این طریق بگیرین پست کنین. او خوبی است که شما میتونین هر کشور که خواسته باشین کشور مشخص کنین. شما میتونین چی کنین از کشور لایک بینین. شما فرض کنید افغانستان $100 مصرف کنین شما مطمئن باشین که با $100 شما 20 الا 30 هزار لایک در افغانستان میگیرن به خاطر که افغانستان مردم لایک زیاد میکنن اما از خارج قضیت لایک گرفتن نمیشه درست است. دیگه امید میکنم دوستای عزیز که ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته باشه. در آخر باز شما خواهش میکنم صفحه فیسبوک ما رو لایک کنین و همچنین تا فعلا کانال یوتیوب رو سابسکرایب نکردین کانال یوتیوب سابسکرایب کنین و از ویدیوهایی که ما براتون اپلود کردیم شما از اون مستفید شوین. تا ویدیوی بعد همه تا رو به خداوند میسپارم. وقتتان خوش. خداوند نگهدار همتون.